ما یه مهمونی داریم که ایشون فوق‌العاده حرفه‌ای هستن. فوق‌العاده حرفه‌ای هستن. بله بازی هم کردن، بازی‌های روز دنیا رو میدونن چیه، اصلا ارتباط تنگاتنگی با تمام گیم نتی‌ها دارن. شاید باورتون نشه. حاج آقای حسینی عزیز، حجت الاسلام و المسلمین صادق حسینی از پژوهشگران بسیار دوست داشتنی و پر انرژی و جوون و باحال کشورمون هستن. سلام می‌کنم بهتون. منم سلام می‌کنم خدمت همه علمای گیمر و پلیر و نت گیم پلیرها و پلیر گیم نت‌ها و حجج عزیز هکرمون و کلهم اجمعین، ان شاءالله که موفق و مؤید باشید. حاج آقا میامور لوئیس نازاریو بومبولینو کاستاکورتا ریو دی ژانیرو. یعنی چی؟ والا این یعنی سلام و تحیت به مقام عظمای ولایت دامت افاضاتو ریو دی ژانیرو. من یه مطلب بگم، حاج آقا از مبلغان اسلام در کشور برزیل هستن که خیلی عنوان دارن ولی شدیداً با جوان‌ها در ارتباطن. بله همونطور که فرمودید رابطه بنده با جوان‌ها به خصوص جوانای برزیلی خیلی شدید شده. یعنی مستمراً از من درباره احکام سوال میکنن. اتفاقاً همین الان اگه اجازه بدین یکی از جوانای برزیلی برام پیامک داده که اجازه بدین بخونمش ها. نوشته که آیا الکلی که در تزریقاتی استفاده میکنن نجسه یا نه؟ که من الان چیه بهشون الان من جواب بدم دیگه؟ باشه شما رفتی آمپول بزنی جاش عرق بیدمشک استفاده کن. بله میخوام بگم این رابطه شدیده ادامه داره. حاج آقا قبل اینکه اصلا با شما یعنی بحثو بخوام شروع بکنیم ولی با اون سوالایی که طراحی کردیم، حاج آقا اگه مردم یه روحانی رو توی گیم نت ببینن چی میگن؟ 1 تعجب میکنن، 2 میگن چه باحاله، میگن چه حاج آقای باحالی، 3 میگن شما دیگه چرا حاج آقا؟ والا فکر میکنم این گزینه‌ها کفاف نمیده. اگه شما گزینه 4 هم بخواید اضافه کنین تو این یه مورد اشکال نداره. والا در گیم نت ها و به خصوص در نقاط اوج بازی روحانیت همیشه در معرض محبت مردمه. تازه اینجور مواقعی که روحانیت متوجه میشه چه پیوندهای نسبی و سببی با مردم داره. عمه بنده رو میشناسن، اظهار لطف میکنن، پدر و مادر و 7 جد و آبای ما رو مورد عنایت خودشون قرار میدن که بنده تازه متوجه میشم چقدر فامیل داریم ما. البته واکنش ها نسبت به بازی کامپیوتری یک روحانی متفاوته. مگه بده اصلا یه روحانی بازی کامپیوتری انجام بده؟ کی گفته بده؟ اصلا ما تو این زمینه روایت موثق داریم از آیت الله مکارم شیرازی که میفرماید یا ایها الگیم اوورون فی لول المنفجرون فینیش هیمی یا داری جون اتصلو به روحانیون، یعنی پین کن واسه یه دست بزنیم. بنابراین اصلا بازی کامپیوتری برای یک روحانی بد نیست. همونطور که آیت الله مکارم شیرازی هم اعلام کردن بازی کامپیوتری اگر به قصد لذت نباشه حلاله. تو یه دقیقه الان اگه بخوایم بچه‌ها رو یه نصیحت کوچولو بکنیم بگین که برای انتخاب بازیشون چیکار بکنن، میشه جواب میده از طریق تلویزیون؟ بله. نصیحت کوچولوی بنده حقیر به بچه‌ها اینه که عزیزان من اوصیکم بالوارکرافت و فیفا 2016 آقا بچسبید به بازی‌های کامپیوتری، چون الان هیچ تهدیدی متوجه امنیت نظام ما نیست. به برکت نظام جمهوری اسلامی ما در اوج اقتداریم. اوج. حتی نمیدونم شما شنیدین یا نه، به تازگی سخنگوی استکبار جهانی اعلام کرده که تا حالا 21 تیم تروریستی به ایران اعزام کردن. 21 تیم تروریستی کم نیست آقا. که 10 تا از این تیم‌های تروریستی تو تصادف‌های رانندگی تو جاده‌ها و سقوط هواپیما کشته شدن. 7 تاشون بر اثر مسمومیت‌های مختلف از قبیل آب آلوده، هوای آلوده، ریزگردها، مسمومیت مونوکسید کربن، اینا 7 تیم هم اینجا کشته شدن. پولی هم که همراهشون بوده توسط مسئولین ما اختلاس شده. فلذا فعلا از اعزام تیم‌های جدید منصرف شدن. اجازه بدید من اینو عرض کنم خدمتتون. یه تیم مونده بود که می‌خواست بره تو کنسرت بمبگذاری کنه که وقتی اومدن ایران دیدن همه کنسرت‌ها مجوزش لغو شده. دیگه جایی هم نداشتن بمب بذارن، برگشتن دیگه. بنابراین بسیجی‌ها و اینا همه راحت بشینن بازی کامپیوترشون رو بکنن. بسیار خوبی. حاج آقا حسینی خیلی ممنونم ازت. من مثلا بگم که این تصویری که شما دارید مشاهده می‌کنید تصویر شهید حبیب روحی هستش، از شهدان
مدافع حرم که در سوریه به شهادت رسیدن. حالا صحبت گیم نت شد، اگر میتونیم بازی بکنیم، میتونیم به راحتی بریم گیم نت، میتونیم بریم کافی نت، میتونیم چت بکنیم، میتونن با همون چت بکنن، میتونیم به راحتی توی خیابون قرار بذاریم، میتونن با همون قرار بذارن. اینا همه مرهون خون یک عده است که رفتند که ما باشیم. بله، همونطور که گفتید الان اینا ترکیدن که ما باشیم و بتونیم بریم گیم نت و از این طریق نظام رو به جایی برسونیم که به گفته مقام عظمای ولایت میتونیم تمامی ناوگان آمریکا رو در عرض 50 ثانیه نابود کنیم. 50 ثانیه. البته الان تنها نقطه ضعفمون اینه که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح سرلشکر فیروزآبادی فقط 5 دقیقه طول میکشه شلوارشو پاش کنه بعد فرمان حمله بده. که الان البته همه بسیجن که ایشون شلواره رو ببخشید این تایمر رو کم کنه تا این موضوع حل بشه. به همین خاطر ما قراره بازم امشب یه چند نفر دیگر رو بفرستیم سوریه که ما بتونیم بازیمون رو ادامه بدیم. شما ایران هستین یا میرین برزیل؟ من که میرم برزیل. من میرم برزیل. مدافعان حرم میرن سوریه میترکن، من میرم برزیل با ببتو کارلوسین و چفتزیک و عرقیان و بیدمشکیان و میترکونیم و این دیپورتیو و لاکرونیا. به اتفاق حاج آقای حسینی باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا شب خودش ساعت 19. خداحافظ. گراتیا.